وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده، دیر شده بود. اتاقش خالی بود، اما همه چیز مرتب. بوی آزادی در فضا پیچیده بود. نگهبانان آنقدر سرگرم شایعات جانشینی بودند که مهمترین زندانی کشور را فراموش کرده بودند. زکیخان زند خشمگین دستور تعقیب داد، اما بیهوده بود. آقا محمد خان 20 سال برای این لحظه برنامه ریزی کرده بود و تمام راه‌ها را می شناخت. او به سمت شمال به سوی ایل و تبارش می تاخت، جایی که قدرتی جدید از خاکستر تحقیر و صبر متولد می شد. من در آن اتاق خالی آینده را دیدم. جنگ‌های برادرکشی میان زندیه، ضعف حکومت و ظهور مردی با اراده‌ای آب دیده برای پس گرفتن حق خود. پرواز شاهین آغاز شده بود. وظیفه من با شکست به پایان رسیده بود، اما شاید این شکست تقدیر ایران زمین بود.